روز 24 ماه سال 2023 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در گذرگاه گلستان واقع در مرز اسفراب و بودکند ملاقات رئیسان ولایت‌های سغد تاجیکستان و بودکند قرقیزستان رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف دایر شد. در این ملاقات رئیسان ناحیه‌های مرزی دو کشور و نمایندگان مقامات حفظ حقوق نیز اشتراک داشتند. بنا به اطلاع دفتر نمایندگی پرزیدنت قرقیزستان در ولایت بودکند، دو جانب در جریان مذاکرات مسائل مربوط به حفظ ثبات در مرز، تامین امنیت جمعیتی و پیشگیری از پنهان شدن اطلاعات بر دروغ را بررسی کرده، جهت استفاده نبردن هواپیماهای بی سرنشین یا درون‌ها در منطقه‌های مرزی توافق کردند. جانب‌ها همین طور به خلاصه رسیدند که نمایندگان دهه‌های واقع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مسئله استفاده آب برای آبیاری زمین‌ها را مستقلانه خودشان با راه‌های مصالحت‌آمیز حل و فصل کنند. تفصیلات دیگر توافقات بعد از آمده نشر نشده است. یادآور می‌شویم در جریان زدخوردهای مسلحانه ماه سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جانب قرقیزستان بار اول از هواپیماهای بی سرنشین تمغه بیرقدار که از ترکیه خریده بودند استفاده برد. در نتیجه حمله درون‌ها به یک مکتب و مسجد در جماعت اوفچ قلچه نوی باباجان غفوروف که در آن ساکنان محلی پناه برده بودند 18 نفر کشته شدند. در دو سال آخر 2021-2022 در نتیجه زدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 240 نفر کشته شده، حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.